پژوهشگرای دانشگاه آکسفورد چیزی رو کشف کردن که همیشه ازش میترسیدیم. اینترنتی که ما میشناسیم در حال مرگه. این جمله اول یه پستیه که یه نموداری رو داره نشون میده و توی فضای مجازی پخش شده. توی این نمودار نشون میده که برای اولین بار در تاریخ تعداد مقالات خبری تولید شده توسط هوش مصنوعی از مقالات نوشته شده توسط انسان‌ها بیشتر شده. این در صورتیه که همین 5 سال پیش بودش که تمام مقالات توسط انسان‌ها نوشته میشد و تقریباً هوش مصنوعی هیچ نقشی توش نداشت تا سال 2022 که چت جی پی تی وارد این بازی شد و همه چیز تغییر کرد. این پست که توی فضای مجازی منتشر شده به یه مقاله اشاره میکنه که توش یه جمله‌ای نوشته که کارو از اینم بدتر میکنه. توی این مقاله اومده که بحران واقعی در از فروپاشی مدل‌های هوش مصنوعی. وقتی که هوش مصنوعی از محتوای تولید شده توسط خودشون آموزش میبینن و کیفیت‌ها رفته رفته پایین‌تر میادش. ایده‌های نادر از بین میرن و همه چیز به حالت یک نواخت و بیروح تبدیل میشه. از این بدتر میدونید چیه؟ اینه که یه سری رفتن پیگیری کردن و دیدن این مقاله رو اصلا دانشگاه آکسفورد منتشرش نکرده و در اصل یه شرکتی که کار سئو وبسایت انجام میداده اومده این مقاله رو در رابطه با هوش مصنوعی منتشرش کرده. با چی درستش کردن؟ خودشون هم از هوش مصنوعی استفاده کردن. حالا اوضاع یه ذره خرابتر هم میشه. کسی که این پست رو توی فضای مجازی منتشرش کرده صفحه رسمی هوش مصنوعی پرپلکسیتیه. حالا این یعنی چی؟ یعنی یه هوش مصنوعی رفته از یه هوش مصنوعی دیگه یه مقاله رو برداشته اومده برای همدردی داره با ما به اشتراکش میذاره. حالا نظر شما چیه؟ هوش مصنوعی چقدر داره خطرناک میشه؟